حالا از شارک گردن که کی برای تو نزدیک است؟ الله برات نزدیک است. پس مجرده که یک کلمه که از دهانت میبره اول شارک گردنت حرکت میکنه نمیکنه؟ ها؟ زیاد که چیخ بزنی هم شارک گردن چی میشه؟ میپنده. لکن الله از شارک گردن تو هم که بر تو چی است؟ خب خیلی وقتی که الله برات نزدیک است چی نیازی داری که سفر بکنی بری پیش یک مخلوق دیگه که او تو را باز دست بگیره به ذات خیلی. پس تو از صفت قریب بودن الله منکر هستی و انکار از یک صفت الله انسان در شرک و در کفر داخل میکنه. اگر عقیده داری به دو آیات قرآن اذا سألك عبادی، وقتی که سوال کرد از تو ای پیغمبر بنده های من، حتی در اینجا یک گپ بسیار دقیق متخصصین عقیده میگن. اونا میگه شما همین آیات قرآن رو مقایسه بکنین با دیگه آیات قرآن. در دیگه آیات قرآن وقتی که از پیغمبر سوال میشه یسالونک عن الروح، برای پیغمبر میگه قل تو برشان بگو قل الروح من امر ربی، بگو که روح از امر پروردگار من. یسالونک عن المحید قل، در کلش. اما در اینجا باز حتی کلمه قل هم برای پیغمبر نگفته که تو برش بگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. الفرق از بین انسانی که قرآن میخوانه و آیات قرآن تحلیل میکنه و تجزیه میکنه و بین او کسی که قرآن از روی خوانده نمیتونه و او خود متخصص و یا رهبر یک گروپ اسلامی قرارداد میکنه، او شاگردای خود به گمراهی میکشانه. این حال اگر کسی به دو آیات قرآن باور داشته باشه، ایمان داشته باشه، اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های ما درباره ما پرسان کرد تو را، فانی قریب، پس این تأکید است، یقینا که ما قریب به بنده خود نزدیک هستم. باز چی میگه بعدش؟ اجیب دعوت الداع، ما اجابت میکنم دعای دعا کننده را. الله میگه که ما اجابت میکنم. فلیستجیبوا لی، پس به اوامر ما اجابت بکنین شما. ولیؤمنوا، و ایمان برین به ما. پس کسایی که دست دعا را به غیر الله بلند میکنن از قریب بودن الله و از مجیب بودن الله، این دو صفت الله را نمیشناسن. و مشکل بزرگ ما و شما ای است که صفات کلی گیره میفهمیم، صفات الله را نمیشناسیم. صفات الله مجیب است، یعنی اجابت کننده دعاها، تقاضاها، خواهشها و سوالهای بنده ها، اجابت کننده هست. ما هم نمیفهمیم. و قریب صفت دیگه الله هست، ما از قریب بیخبر هستیم. پس میریم سفر میکنیم مزار، غزنی، شاید شمشیره، چلتن. چرا؟ به خاطر ازی که این کس چرا سفر میکنه از اینجا تا به اونجا؟ امی پیسه 20,000 30,000 که تو تا مزار میتی، تا چلتن میتی، تا غزنی میتی، امو رو به یک فقیر بده، یک کتاب قرآن با ترجمه بخوان. اما وقت که در موتر سوار بشی او را بفهم که الله قریب است. پس اگر ما امی صفت الله را درک بکنیم که الله قریب است، نیاز و احتیاج و ضرورت نداریم که ما پیش مخلوق دیگه بریم.